صادرات واسه خیلی از کسب و کارهای کوچیک یه جورایی مثل یه رویای بزرگه، نه؟ ولی خب این رویا خیلی وقتا به یه دیوار سنگی میخوره. امروز میخوایم با هم داستان یه سری تولید کننده نساجی رو ببینیم که یه راه خیلی هوشمندانه برای شکستن این دیوار پیدا کردن. یه لحظه با خودتون فکر کنین. چی میشه که یه شرکت محصولش عالیه ولی نمیتونه پاشو از مرز بیرون بذاره؟ این دقیقاً همون معماییه که میخوایم امروز با هم حلش کنیم. ببینید، اینا همون دیوارای بلندن که جلوی راه شرکت‌های کوچیک سبز میشن. هزینه‌های سرسام‌آور، قوانین پیچیده کشورهای دیگه، ریسک بالای مالی. و از همه بدتر، وقتی میری جلوی یه خریدار گنده، اصلا قدرت چانه‌زنی نداری. اینجاست که اون رویای شیرین تبدیل میشه به یه مأموریت غیر ممکن. خب اینم نقشه راه امروزمون. اول میبینیم یه صادرکننده تنها با چه چالش‌هایی روبروه. بعد میریم سراغ راه حلشون، یعنی مدل ولتران. میبینیم چطور یه برنامه دقیق و مبتنی بر داده ریختن. بعدش میفهمیم چرا اولین هدفشون ایران بوده و آخر سرم میرسیم به قدرت فوق‌العاده کار گروهی. دقیقاً همینه. رویای صادرات خیلی وقتا با همین واقعیت تلخ روبرو میشه. شما ممکنه تو بازار خودت یه قهرمان باشی، کلی مشتری داشته باشی، ولی وقتی وارد اقیانوس تجارت جهانی میشی، انگار سوار یه قایق کوچولوی تک نفره‌ای. واقعیت اینه که یه محصول عالی به تنهایی کافی نیست. وقتی بزرگ نباشی، موانع مالی و لوجستیکی خیلی راحت زمینت میزنن. شما به قدرت احتیاج داری، به منابع و دانشی که خب معمولاً یه شرکت کوچیک به تنهایی از پسش بر نمیاد. اینجا بود که تولید کننده های کوزولوک یه راه حل خیلی جالب پیدا کردن. اسمشو گذاشتن مدل ولتران. یادتونه اون کارتونو که چند تا ربات کوچیک به هم وصل می شدن و یه ربات غول پیکر و قدرتمند می ساختن؟ ایدهشون دقیقاً همین بود. ایده اصلیش واقعاً ساده و در عین حال هوشمندانه است. به جای اینکه با هم رقابت کنن، تصمیم گرفتن با هم یه تیم بشن. یعنی از یه سری کسب و کار جدا یه نیروی واحد و قدرتمند ساختن. این یعنی یه تغییر کامل توی طرز فکر. و اینجا تفاوت رو قشنگ میشه دید. این مدل اومد بزرگترین ضعف‌های یه صادرکننده کوچیک رو گرفت و تبدیلشون کرد به بزرگترین نقاط قوت. چطوری؟ هزینه بالا شد هزینه مشترک، ریسک بالا شد ریسک کم و قدرت کم تبدیل شد به قدرت چانه‌زنی جمعی. یه بازی برد برد. فلسفه اصلی کارشون همینه، از من به ما رسیدن. فهمیدن که قدرتشون توی ما بودنه، نه توی من موندن. یه تغییر ذهنیت از رقابت به همکاری. خب حالا سوال اینه که این ایده قشنگ چطوری عملی شد؟ باید بگم که این یه حرکت هیجانی و چشم بسته نبود. برعکس، یه استراتژی کاملا دقیق و حساب شده پشتش بود که قدم به قدم روی داده ها جلو می رفت. شعار اصلیشون این بود: چیزی رو که نمیشه اندازه‌گیری کرد، نمیشه مدیریتش کرد. یعنی همه چی باید بر اساس داده‌های واقعی باشه، نه حدس و گمان. برای همین یه پروتکل 3 مرحله‌ای طراحی کردن که مثل یه فیلتر هوشمند کار می‌کرد. هدف این بود که مطمئن بشن فقط شرکتایی که واقعا آماده‌اند وارد مرحله بعد میشن. اینجوری ریسک برای کل گروه میآمد پایین. اینجا دیگه قشنگ میشه ارزش این مدل رو دید. ببینید چقدر هوشمندانه طراحی شده. هر مرحله یه سرمایه‌گذاری کوچیکه برای به دست آوردن اطلاعات حیاتی. مثلا شما با $200 یه گزارش کامل از وضعیت شرکت خودت میگیری. اگه اوکی بودی، با $300 دیگه تمام اطلاعات مالی و قانونی بازار ایران رو میخری. یعنی چی؟ یعنی قبل از این که پول گنده‌ای وسط بذارن، دارن دانش میخرن تا ریسک رو به 0 برسونن. بذارید یکم دقیق تر بشیم. فقط با $200 هر شرکت یه جورایی میره برای یه چکاپ کامل، یه تحلیل استوالیوتی دقیق ازش در میارن. یعنی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهاش رو مشخص میکنن تا ببینن اصلاً این شرکت آمادگی تجارت الکترونیک رو داره یا نه، حتی برای بازار داخلی ترکیه. خب اونایی که این مرحله رو رد می‌کردن چی؟ با پرداخت $300 دیگه قفل مرحله بعد براشون باز می‌شد. این $300 فقط یه هزینه نیست، مثل خریدن کلید ورود به بازار هدفه. با این پول بهشون داده‌های واقعی و دست اول در مورد هزینه‌های واقعی، چطوری پول رو جابجا کنن و موانع قانونی تو ایران داده می‌شد. یعنی تصمیم گیری 100% بر اساس واقعیت، نه رو هوا. خب حالا شاید بپرسید چرا ایران؟
چرا از بین این همه کشور اولین هدف استراتژیکشون ایران بود؟ جوابش کاملا منطقی و استراتژیکه. اولا نزدیکی جغرافیایی که یعنی هزینه حمل و نقل کمتر. دوما یه بازار خیلی بزرگ با جمعیت بالای 80 میلیون نفر. و سوما اینکه کالاهای ترکیه‌ای تو ایران حسابی خوشنام و پرطرفدارن. همه اینا دست به دست هم داد تا ایران بشه یه سکوی پرتاب عالی با ریسک کم و پتانسیل بالا. جالبتر این که کار رو از این هم محتاطانه تر کردن. برنامه‌شون این نبود که یهو شیرجه بزنن توی صادرات. نه، اول گفتم بیایم تو بازار خودمون تو ترکیه تجارت الکترونیک رو یاد بگیریم، لوجستیکمون رو تست کنیم، سیستمامون رو کامل کنیم، بعد که به یه سیستم بی‌نقص رسیدیم میریم سراغ ایران. ولی صبر کنید، داستان به همینجا ختم نمیشه. موفقیت این مدل فقط به خاطر همکاری خود شرکت‌ها نبود. قدرت اصلی وقتی آزاد شد که یه اکوسیستم کامل از شهرداری و اتاق بازرگانی گرفته تا خود دولت پای کار اومدن. ببینید وقتی شهرداری و اتاق بازرگانی وارد ماجرا شدن، کل پروژه یه اعتبار دیگه‌ای پیدا کرد. همین اعتبار باعث شد درهای حمایت‌های دولتی خیلی بزرگ به روشون باز بشه. به این میگن سوپر دیجیتال، یه مفهوم خیلی قدرتمند. فرض کنید بار یکی از این شرکت‌ها تو گمرک گیر میکنه. اگه تنها بود شاید کارش خیلی سخت میشد. ولی الان این دیگه مشکل اون یه شرکت نیست، مشکل کل کنسرسیومه. مشکلیه که شهرداری و اتاق بازرگانی پشتش وایسادن. یهو میبینید یه مشکل کوچیک تبدیل شده به یه مسئله منطقه‌ای که باید سریع حل بشه. اینجا تفاوت رو به وضوح می‌بینید. یه شرکت کوچیک به تنهایی سقف حمایت دولتی خیلی پایینی داره، ولی وقتی تبدیل میشن به یه کنسرسیوم این سقف چند برابر میشه. اینا تونستن به میلیون‌ها لیریال حمایت دولتی دسترسی پیدا کنن، پولی که هر کدومشون به تنهایی خوابش رو هم نمی‌دیدن. و این خلاصه کل ماجراست. همکاری ضعف‌های تک تکشون رو گرفت و تبدیل کرد به یه قدرت جمعی. یه گروه از کارگاه‌های کوچیک تبدیل شدن به یه قدرت تجاری منطقه‌ای. و در آخر این سوال رو برای شما میذاریم. تو صنعت شما چه الکترونی میشه ساخت؟ بهش فکر کنید. شاید قدرت واقعی درست همون جایی باشه که رقابت رو کنار میذاریم و همکاری رو شروع میکنیم.